گزارش تلویزیون دولتی ایران از کشته شدن ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه این کشور بر اثر سقوط بالگرد سانح حدود ساعت 13:30 روز گذشته در ارتفاعات ورزقان واقع در آذربایجان شرقی رخ داد، ولی به دلیل سهول عبور بودن منطقه مه‌آلود بود، هوا، سرما و بارندگی عملیات جستجو تا بامداد امروز به طول کشید و سرانجام امدادگران در حالی لاشه هلیکوپتر را پیدا کردند. هیچ کدام از سرنشینان آن زنده نمانده بودند. انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید. بالگرد حامل آقای رئیسی رئیس جمهور جهادی، مردمی و محبوب که دیروز برای بازدید از سد خداآفرین و افتتاح چندین طرح ملی و استانی به آذربایجان شرقی رفته بود، در هنگام عزیمت از این سد به مقصد پالایشگاه تبریز به علت شرایط نامساعد آب و هوایی دچار سانحه شد. با وجود اعزام ده‌ها گروه امدادی، واکنش سریع برای امداد به رئیس جمهور و همراهانش، تلاش‌ها برای پیدا کردن بالگرد سانحه دیده به علت مه‌آلود بودن هوا و سخت گذر بودن منطقه جنگلی و کوهستانی ساعت‌ها به طول انجامید. سرانجام بامداد امروز گروه‌های امدادی، مردمی و هلال احمر با استفاده از پهپادهای ایرانی ردیاب بالگرد سانحه دیده را کشف کردند. در این سانحه هوایی آقای رئیسی رئیس جمهور و همراهان او از جمله آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه، آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز، آقای رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همچنین سرتیم حفاظت رئیس جمهور و خلبانان و کادر پرواز بالگرد به شهادت رسیدند. در پی این سانحه هیئت دولت دقایقی پیش تشکیل جلسه فوق‌العاده داد. هیئت دولت زمان و مکان دقیق مراسم وداع با پیکر رئیس جمهور شهید و شهدای همراه ایشان را متعاقباً به اطلاع ملت بزرگ و وفادار ایران خواهد رساند.